اول علامت عاق شدن ابکاء الوالدین است. کسی مادر و پدر خود خفه بسازه و یا مادر و پدر خود بگریانه. در صورت که مادر و پدرت گریه کرد به خاطر تو که تو در مقابلش بیادبی کردی، عاق شدی. بالقول او الفعل، چی به سخن باشه چی عملا کدام کار کرده باشه. و یا ای که تو سبب ازی شدی که مادر و پدرت گریاندی، کاری کردی که سبب جگرخونی از اون شد. دوم، نهرهما و زجرهما، ای که والدین برانی از پیش خود و بر از اونا زجر بیتی، یا با بلند کردن صدا یا با تندی کردن در مقابلشان، چون الله گفته که ولا تنهرهما. سوم، نافرمانیشان نکردن، نافرمانی مادر و پدر کردن و یا اف گفتن بر مادر و پدر و یا این کلمه که در اونجا بر از اونا این کلمه یا این جمله زشت معلوم میشه. برو وقت ندارم، بیکار ماندی، چقدر عمل میکنی، تمام روز تو مریض هستی، تمام روز دوام طلبی، الا برو کار بکن، الا بیا ایره بکن. این کلماتی است که بسیاری کسا میگن، با اینمی کلمات خود اینا عاق میشن. چرا الله گفته فلا تقل لهما اف، و یکی جملات را استعمال میکنه یا از اف کده کلانتر است. وقتی که انسان با اف عاق شوه با این کلمات خوبتر عاق میشه. چهارمیش چی هسته؟ پیشانی ترشی هست در مقابل والدین. کسی دیگارا که گپ میزنه السلام علیکم، برای دیگارا که میگه بغل خود آواز میکنه، برای چی میکنه؟ پیش مادر و پدر که رسید باز پیشانیش تار شما تو شیشه دیگه فقط بگی سرش غضب خدا نازل است. این حال اینمی که هست پیشانی ترشی در مقابل والدین چی است؟ در جمله عاق حساب میشه. دیگه علامت حقوق چی است؟ دیدن به طرف والدین با نظر پستی، که من خواهی نظر تحصیل کرده هستم و تو بی سواد هستی و من مچم مالدار هستم و تو بی مال هستی و من مچم فلانی هستم. هر چیز است اونمون مادر و پدر است که تو باید در مقابل از او اگر اینمی کارا میکنه که این هم از علامات عاق است. ششمی علامت عاق چی است؟ امر کردن به والدین مثل که یک نفر به خدمتگار خود امر میکنه. پدر بچه این باز یک سری کچالو کتت بیاری، مثل یکان بچه های عصری فیسبوکی، فهمیدین؟ بعضی کساس برای پدر خود امر میکنه پدرمو بالش تا خی طرف پرتو، مادرم بستره رو خوب بخی جور کن. تو اگه دیندار هستی خودت بستری تجور بکن. تو اگه سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تطبیق میکنی، نمیگی که رسول الله صلی الله علیه و آله بستری خودش بر خدا وار میکرد. پس امر کردن با بالای مادر و پدر یا امر کردن که علابه تسیس باشوی، تسیس تو کو، چرا تو نکردی، چرا این کارا نکردی، این هم در عاق حساب میشه. هفتمیش انتقاد کردن بالای طعام، این چی پخته کرده اینا، هر شب که بیا اینجا لوبیا است و هر شب که بیا اینجا فاصولی است. یگان یکی است دار پر کماییگر نیست، در کونه فروشی بریش که 3 قران نمیخریش. باز وقتی که در بین خانه آمد با سر غذاها، اول رسول الله صلی الله علیه و آله سر غذا انتقاد نمیکرد، دوم تو ارزش بامیه و فاصلیه و کچالو و شلغم داری. این هم رنجاندن مادر پدر است. هشتمیش ترک مساعدتشان، کسی که همراه مادر و پدر در خانه کمک نمیکنه در عاق داخل میشه. باید در امور خانه بخی جارو بکن، مسلمان هستی، تو پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی. برو از ام المؤمنین عایشه صدیقه پرسان کن، بگو رسول الله صلی الله علیه و خانه خود چه قسم بود؟ او که خانه خود که دختر خود کار میکرد، تکمه خودش میدوخت، لباس خودش میدوخت، بوتای خودش صفا میکرد، جای بستر خودش ترمیم میکرد. تو در مقابل مادر و پدر که الله برات حکم میکنه که احسان بکن، خود نمی احسان است، علامات احسان نمی است. نومین علامت از علامات عاقی است که وقتی مادر و پدر گپ میزنه، بازی بچه یک قسم نمی چهرش که سعی کنی دیگه که والا کاش که گپ نزنه. من سر گپ زدن مادر و پدر میشرمم،
الله برات گفته احسان بکن. اگر خوب گپ میزنه یا خراب گپ میزنه یا قسم میکنه تو برش احترام بکن. دهمی علامتش بی‌توجهی به نظر مادر پدر است. وقتی که مادر پدر یک نظر میته بی تفاوت است که چی گفت چی نگفت، پس این هم در عاق داخل میشه. 11میش است ترک استئذان است. در خانه وقتی که داخل میشین از مادر پدرتان در اتاقش تق تق بگو باز داخل بشو. به خاطر چی؟ به خاطر از بسیاری وقتا مادر پدر نمیخواد که مثلا در اون حالتی که خواب است یا شیشه است اولادش رو ببینه. بعضی فرزندا را سیل کنی در نماز خواندنش که صاحب کنی 6 قات خودم میکنه، کسیش سیل کنی میگه این اصحابی فاتح این قسطنطنیه را فتح کرده، اخلاقش سیل کنی صفر. دروازه را تق تق کو. پدر جان اجازه است، مادر جان اجازه است، چی از دستت میره؟ یا 12می علامتش امی که تمام مشکلات پیشروی از گفته میره و جگر خون میشن. کل جگر خونی تو برو پیش مادر اولادایت قصه کن، برو پیش رفیق اندیوالت قصه کن. کل غم و درد بورچی کده میری پیشروی مادر و پدر مندازه. 13مین علامتش ذم الوالدین عند الناس، پیشروی مردم مادر و پدر بد گفتن، ملامت کردن، انتقاد کردن. این هم در عاق داخل میشه. الله عفو کنه. 14مش شتمهما و لعنهما، دشنام دادن مادر و پدر یا لعنت کردن مادر و پدر، که لعنت دو قسم صورت میگیره. یک لعنت مادر و پدر از طریق از این صورت میگه که مستقیما برش لعنت بکنه. دوم این هم داخل میشه که مادر و پدر دیگه لعنت میکنه، بازو میایم پدر و مادر خود از زیر دشنام میده. این هم شامل میشه. در حدیث شریف است عن عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من الكبائر شتم الرجل والديه، گفت از جمله گناههای کبیره هست کس که مادر و پدر خود دشنام میته. قیل، یک صحابی گفت و هل یشتم الرجل والديه رسول الله، آیا کس مادر و پدر خودم دشنام میته؟ این قسم انسان بد اخلاق بی تربیه یافت میشه که مادر و پدر خود دشنام میته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که قال نعم یسب ابا الرجل فیسب اباه، پدر از اون دشنام میته و هم پدرش دشنام میته، و یسب امه فیسب امه، مادرش دشنام میته و هم مادر خودش دشنام میته. پس این در حقیقت سبب شد که مادرش دشنام بخوره. رواه البخاری و مسلم. 15 چیزی که انسان در عاق داخل میکنه چیزهای منکراتی که مادر و پدر بدشان میه. بسیاری چیزاست مادر و پدر بدشان میه، لکن یه اولاد امور دموجه داخل کرده میره. آلات الله و فساد و گپارا که ببینی پدرش بهش میگه بچه موسیقی فیلم آره، بچه موسیقی خواندن آره، بچه موسیقی نامای چی رو براتون بگیرم بوسو کو خدا بترس. این سایب سای کنی قرار تمام روز خوب دیندار است، با اونجا که 6 فیلمای رو میره سایب سایل کرده میره که از یهود هم کده بدتر. 16 انجام دادن منکرات در مقابل مادر و پدر، این هم در عاق داخل میشه. بچه که در مقابل مادر و پدر خود سیگرت میکشه، خب پدر و مادر خود راضی نیست از سیگرت کشیدن اولادش. نسوار دادن خود پیشوی مادر و پدر میپرته، موسیقی پیشوی مادر و پدر میشنوه، خو کردن از نماز، وقت نماز است میگه بخیر بچه نماز بخونی، قرار لنگای خدا بالا گرفته قرار خو است. این هم داخل میشه. 17مین علامت حقوق والدین چی است؟ تشویه سمعت الوالدین، ای که مثلا امو شخصیت مادر و پدر در مقابل دیگرها خراب بسازیم. مثل که یک انسان یک جرمی را بکنه، به خاطر از این جرمش کلگی پدر از این بد میگه، مادر از این بد میگه. اگر مادر و پدر از این خوب مردم میبودی این قسم میبودن، پس این در حقیقت در حق مادر و پدر خود شخصیت از اونا بسیار زشت چیز کردن. 18 علامتش واقع کردن مادر و پدر در سختی هست. پدر بیچاره پیسه نداره، بعضی اوقات است ماشش خلاص شده و بچه دیگه آمده پال بالا سرش استاد است که آجل پیسه میتی، 500 روپیه برای فلانی میتی، 700 روپیه برای فلانی میتی، ماشم 600 روپیه برای فلانی میتی، 200 برای فلانی میتی. آخو باش میگه کو بشیم تنها خدا خانه تو نیستی، خب مادرت است، خواهرایت است، برادرایت است، دیگه مصارف است. البته خود تو نیستی که تمام روز برود چربک برات پیسه گرفته میری، خود تو هم یکم که زحمت بکش. اینا در حرج قرار دادن از او که او بالاخره مجبور میشه این جیب خودم میپاله، این جیب میپاله، یگان گور کردگی پیسه یگان دوا مواد را دارن، امیر از پیشش میگیره و بازو جمعه که 4 تا لندقه دیگه باز از پیسه از او مصرف کردن میره. این هم در جمله حقوق داخل والدین. ما نمی خود بیره که روز گرفتیم یک کتاب خلاصه ش براتون کردیم، امیر براتون 1 و 2 و 3 و 4 براتون گفتم میرم.
المکث طویل خارج المنزل. بسیاری وقتا بعضی جوانا از بعد از شام بیرون در کوچه و ترا میگه مادر و پدرش دلش در آتش است. اینمی هم مادر و پدرت ضرر میرسونه، امی هم اذیت کردن است. او میگه چه شد؟ الا برو بگرد، تا میدوی بالا میدوی، الا چارایی برو، الا فلانی برو، باز که میگه لندر خار قرار اونجا در پشت درخت استاد است. چرا؟ چیه پس سرت؟ تلفن تو هم گل کردی. خب مادر و پدر است، دلش میجره. اینمی هم در جمله علامات حقوق گرفته ای عالم. 20 الاسقال علیهما بکثرت طلبات، میگه زیاد سر از اینا فشار آوردن به خاطر خواسته های زیاد، که الان برام موتورسیکل بخر، که الان بایسیکل بخر، که الان برام موتور بخر، که الان برام فلانی چیز بخر و او زورش نمیرسه. البته هر قدر عذر میکنه که بچم ندارم، دیابم نکو، رسوایم نکو، شرمنده‌ام نکو، اما بالا ازی اینمی هم قلب از اونا را، یعنی قلب تنها به زبان نمیشه، با اینمی اعمال انسان است که قلب یک نفر رنجور میشه از مادر و پدر. ایثار الزوجة علی الوالدین، بعضی کسا هستن که اینا باز وقتی که عروسی کردن، یکی از خودگاه ما بود بازو میگفت که چه ورقه گلاب گل ده بویوه، خورترک که بود میگه اولاد مثل گلاب گل از بویوه، چه غټکای سو خرکای ده باروه، او چه زلمکای سو وادگای ده ورته وکه کافرگای ده بیلوه. مجرد که برش ازدواج کردی بازی دیگه میگه کافر میشه، کافرگای است، باز مادر و پدر ارزش نمیده، باز مجبور هستی جدایش کنی. اینا مادر و پدر خود در وقتی که چی است درست است. بعضی کسا افراط میگن، بعضی کسا تفرید میگن، بعضی کسا مادر و پدر خود بی ارزش قرار میدن در مقابل خانم، و بعضی کسای دیگه برعکس از او هستن، سر خانم خود ظلم میکنن به خاطر مادر و پدر خود. اینا باید انسان توازن ایجاد بکنه که نه مادر و پدر اذیت کنی و نه هم خانمت، و یکی رو بر دیگرها برتریت میده. 22 علامتش چی هست؟ که در وقت ضرورت از اونا دور بگیره. وقتی که مریض شد دوا کار داره خدا بکن، ولی چطور است؟ بانک بیادر کلانم بره، بانک بیادر دیگه من از دوا خریدنش، از عملیات شدنش، از فلانی اوترا پای تکش کو. دوادی میراث که شد باز بزرگتای خدا کش میکنه که ما هم میراث خوراستم، ما هم باز برای میراث میرسه، ما هم برش بده. باز وقتی که مریض شد، شفاخانه کار داره، دوا کار داره، باز اینجا پای خدا لش میکشه. الله اونمو میراث برای آتش بگردانه که دوادی میراث گرفتن بسیار خوش هستی، در وادی زمینش که عیش میکنی خوش هستی. باز وقتی که مریض شد از شفاخانه بردن و پیش دکتر بردنش، باز اینجا کمرت مشکنه، ای هم عاق میشی. حقوق والدین داخل است. بسیاری کسایی رو نمیفهمن یا میفهمن تیر خود میرن. اینمی حقوق والدین به شکل عملی هست که در وقت حاجت و ضرورت و مریضی و گپا به تفاوت باشه و تیر خود بیاره. باور که یک جای ما رفتیم، یک کسی گفت که او فلانی جان آمد مرا گفت او فلانی جان مادرم نمرد، مادرم زنده شد. من گفتم چه قسم مادر زنده شد؟ گفت خلطای سیب میدید که در منزل بالا میره نمیکشید، مادرش در منزل پایین خو است، مریض است، افتاده، خلطای سیب و میوه بالا به مادر اولادا میبره، یک دانه به مادر خود نمیده. یه اولاد مسلمان است، این در روز قیامت پیش الله چندین امر الله را شکستانده. باور کن محمد من گفت که ظاهر جان مادرم نمرد زنده شد، خلطای میوه را گفت به چشمک خود میدید بدان نمیچشید. سبحان الله. بعضی اولاد که از باز دیگر روز باز سکو بیدینی و گمراهی اینه است که در زندگی برش یک تا سیب نمیبره، باز که مرد باز کل لگیرسه. حالا ختمش روز 2 است، روز 3 است. اگر تو مسلمان هستین، خب اگر جوان مسلمان هستی، پیسه روز ختمشام، پیسه اسقاطشام، فهمید یعنی این قاعده را بگی. مسلمان کسی پیسه که پدر مادرت ختم میکنی، خیرات میکنی، روز 2 میکنی، روز 3 میکنی، شب جمعه میکنی، 40 میکنی، اسقاط میکنی، این پیسه را کلش در حرام نپرتو. امیر کلش حساب کو، در زندگی بر مادر پدرت تسلیم. داودی مریضی برش بگو مادر جان اینه میرم بعد از تو یک 40,000 اسقاط میکنم. اسقاط هم کی میگیره؟ اون یک آدمی که شکمش این پوندیده، پیسه روس و امریکا و فرعون و شداد گرفته، بسدی تو هم است. همین اسقاطه که از خودت فکر کو دوره است، اما دوره رو بر مادر پدر پیسه را بده. احسان به مادر پدری قسم میشه. به ختم تو و شب جمعگی و 40 تو ضرورت نیست که تو بر پیسه دارا ختم میکنی. و کسی که به ختم میخوای و یک سفر میخوره و 16 سفر تیر میکنه. این اول ما خودمون یک وقتی که میرفتیم در ختم یک سفر میخوانیم 6 سفر تیر میکردیم. اصطلاحش هم دندی بود، میگفت دندی بزن. چی معنی دندی بزن؟ یک سفر بخوان 6 سفر تیر کو. کلش به خاطر پیسه.
باور بکن که میفهمی که این نفر ختم داره 50 متر کس برش میرفت لغت تک میزد که خیر از برم برگم چطور میکرد توی میره اون ختم دیگه از وزیر اکبر خان از 500 متر باز کلگی پشت از اون میدویدید کلگی خوشحال بود. او که به خود خواندن نمیتونه او برای تو چی فایده میکنه؟ این ختمه هیچ برای فایده نیست. چرا؟ او کسی که میخونه به نیت پیسه میته و عبادت وقت قبول میشه که دو چی باشه؟ رضایت الله باشه. و این کسی که ختمه میکنه به خاطر الله نمیکنه، به خاطر هم چشمی با مردم میکنه. همین پیسه کار در زندگی به مادر پدرت بده بگو این پدر جان این 1 لک روپیه در جیبت باشه، اگر مریض بودی هیچ سر من رای نزن، از جیبک که خودت بگی دوا برات بده بابا که شفاخانه را پیسه بده 500 بده به 100 روپیه 60 400 بعد دوا میره. هیچ جگر خویی نکن. اینی هست علامات جوان مسلمان دیندار. دیگه چی هست؟ 23 علامتش چی هست؟ که بسیاری کساس از مادر پدر خود میشرمه. حال دیگه کمک عصری شده، حال از نام پدر و مادر که بگی تو بچه فلانی هستی ولی پدر ما فلانی است فلانی هست. الله براش چیز کرده. اگر پدرت خوب است الله تو را امتحان کرده، در تقدیرت اختیار پدر خود به دست خود انسان نیست. الله در خانه هر کس که پیدا کرد پیش روی کلگی بگه این همی فلانی خان پدر ما هست. اگر بی سواد است، اگر ضعیف است، اگر قوارش کپ و کپ است، اونمو پدر کپ و کپ الله برات میگه که اینمی نیش سفیده که بر نظر تو معلوم نمیشه پیش الله ارزش زیاد داره. برات میگه که برش اف نگو، برش بیادبی نکن، مرتکب گناه کبیره میشه. دیگه 24م علامت از علامات چی هست؟ التعادی علیهما بالضرب، کسی که پدر و مادر خود بزنه لعنت الله سر تو اولادش. الله تو اولاد نبخشه، الله تو اولاد در تاترین جای دوزخ ببره که دست خود سر مادر و پدر خود بالا. در اون لحظه تا یاد بیار که در بین غنداق بودی و مرداری تو را مادر و پدرت پاک میکرد. در اون لحظه که به آب و نان احتیاج بودی همین پدر میره و بسیار سختی بر تو یک لقمه نان آماده میکرد و میامد در دان تو میماره. ولی تو امروز به عوض از او چی میکنی؟ به عوض از او که تو بر از او احترام بکنی و الله میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، تو در مقابل از او دست بالا میکنی. والله الله این قسم انسان در روز قیامت اون جزا برش بده، اون قدر ذلیل بسازش، اون قدر که فرعون و هامان و شداد و نمرود حشرش کنه که بفهمه که شکست امر الله و بیادبی در مقابل والدین چقدر است. 27مش چی هست؟ بخیلی و دست گرفتن در مقابل مادر و پدر. برادر پرسانش کنی که بر خانمت چند پیران خریدی، بر اولادت چند خریدی، بر از 20,000 مصرف میکنی، 1-2,000 بر مادر و پدرت مصرف بکن. مادر و پدر بیچاره مادر خو برش متر 50 روپیه که تکه بخری بسیاری مادرها بسیار خوشحال میشه. پدراست که برش مثلا 500 روپیه لباس بگیری، مادر اولادات تا که 4,000 برش پیران نگیری، قناعت هم نمیگه 4,000 هم که بیاری باز پر سال میکنه میگه این چیز این تیکه بدل سعی کن بازی دادید دلت سیاه میکنه. اما او رو به خاطر شهوت و شهوت پرستی خوب خوشحال میسازه. اما مادر بیچاره‌ت که در متر 100 روپیه خوشحال است در اونجا بازی است. این هم از جمله حقوق است که انسان خود بخیلی بکنه در مقابل مادر و پدر. 28م علامه عاق شدن پدر و مادر چی است؟ منت گذاری بالای مادر و پدر است. اینه براتون چای آوردم، اینه برات نان آوردم، دوا گرفتم، در عملیات دقیق مصرف کردم، در فلانیت است. قلبش آزرده میسازی. 29م علامتی است که دوزی کردن از مادر و پدر است. بعضی جوانا که هست نه فیسبوکش که خلاص شد، اینترنتش خلاص شد، بعد از جیب پدر میزنه. او پدر میشه که دست سلام چه شد پیسه وقت زدن کجاست جان به پیسه اینترنت گرفت. این هم در حقوق مادر و پدر است. او خود میفهمه چیز نمیگیتم ولو که چیز نگویتم جگر خون خود ساخته شد. 30م علامتش چی است؟ اظهار درد و سختی ها که او چی حال است که زندگیم تباه است که فلانی است و فلانی است، قلب از او را به درد میاری. 31م این است که از پیش مادر و پدر به خاطر خواسته های شخصی که مخالف شریعت است و چی است از پیش از اونا دور رفتن. 32 علامت عاق چی هست؟ تمنای زوالشان که کاش که بمرن، ایش نمیمرن. شنیدیم بار که بعضی بیدینا انسان ها هست پدر بیچارهش اونجا هست. اون وقتایی که تو طفل بودی فرق بین مادر و پدر اولاد چی هست؟ دوادی که اولاد مادر و پدر اولاد طفلش ضعیف نباشه، مادر و پدر میگه خیر از درد سر من شوه، من بمرم، من مریض شوم،
طفلکم زنده باشه. این چی میکنه؟ بعضی کسا خدمت هم میکنه، خود در دلش هست کاش که بمره، کاش که زود خلاص شویم، کاش که چطور شویم. داخل کردی خدا در حقوق. و 33 علامتش چی است؟ قتلشان است و تخلص و خود خلاص کردن از اینا هست. الله متعال بر ما و شما توفیق بده، بر جوانای دیندار و متدین که خدا در این 32 علامت عاق شدن داخل نکنه و الله بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که همین قسم که اطاعت الله را در نماز و در روزه و در دیگه عبادت میکنیم با والدین خود هم محسن باشیم.